بچه سلام. امروز یک برنامه کاملا متفاوت داریم. هفتمین جشنواره انگور، انجیر و عسل در ولایت هرات در ریاست زراعت برگزار شده است و نمایشگاه محصولات زراعتی مالداری به مناسبت دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی برگزار می شود. برگزار کننده این برنامه ریاست زراعت و آبیاری و مالداری هرات است. زمان این برنامه 25 الی 27 عسل 1402 می باشد که روز اول و روز دوم مخصوص برادران و روز سوم می تواند خواهران در این برنامه قشنگ جشنواره انجیر و عسل تشریف بیاورد. ضمن عرض سلام و خسته نباشید. عباس حقیقی هستم، مدیر عامل شرکت کیانگستر، مشاور تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان. خب با توجه به اینکه نمایشگاه و جشن انگور، انجیر و عسل ولایت هرات در 25 مرداد ماه سال جاری برگزار شد، ما تصمیم گرفتیم که در این رویداد نمایشگاهی هیئت تجاری رو از کشور ایران داشته باشیم و با حضور 10 تا از شرکت‌های خوب و به نام ایران که در بخش کشاورزی به ویژه در بخش آبیاری و ذخیره آب دارن فعالیت می‌کنند که از نکات خیلی مهم کشاورزی هستش، خب تونستیم حضور پیدا بکنیم و در خدمت اتاق زراعت و مالداری باشیم و خود ریاست زراعت که زحمت کشیدن و همچین برنامه عالی رو برنامه‌ریزی کردن. واقعا جای تشکر داره که خب برنامه بسیار فوق‌العاده، آشنا شدیم با غرفه‌ها، محصولات ولایت هرات، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در این ولایت وجود داره و خب خیلی طرز تفکرهای ما رو نسبت به افغانستان و مثلا کشاورزی ولایت هرات خب عوض کرد و ما دیدیم که چه ظرفیت‌ها و پتانسیل های وجود داره در این ولایت که هم قابل سرمایه گذاری هم هست و خیلی خوبه که حتی از کشورهای مختلف و همسایه به ویژه ایران بتونن مثلا در بخش کشاورزی بتونن سرمایه گذاری بکنن و از این ظرفیت ها استفاده بکنن. ما در ریاست زراعت در پهلوی یکی از دوستا آمدیم که در اینجا انگورها دیگه میوه هایی که در تصویر کشاندیم اینجا وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. سردار آقا پوپل هستم، معاون کمپانی نیمان پوپل، عضو هیئت مدیره اتاق زراعت هرات. کمپانی نیمان پوپل که هست در ولایت هرات فعالیت میکنه در بخش صادرات میوه تازه و خشک. میوه تازه خشک ما که هست در کشورهای هندوستان و پاکستان و ایتالیا و اینا کار میشه. دیگه همه ساله جشن برگزار میشه. خوشبختانه ما چندین ساله که در این اشتراک میکنیم و هدف از اشتراک در این نمایشگاه برای ازیه که برای جهانیان و برای هموطنان خوب ما نشان دهیم که فصل میوه هرات و باید ما از محصولات داخلی خود استفاده کنیم که تا باشه زمینه اشتغال زایی و کار برای دیاقین و هموطنان خود در افغانستان باشه. اینها نیروهای امارت اسلامی برای برگزاری امنیت در ریاست زراعت ولایت هرات تشریف آوردند. امنیت این برنامه را در عهده گرفته و امنیت کامل را تأمین کردند. خداوند بیامرزه قاسم مسئولی رو گفت
ای خدا موسم خربزه و انگور آمد، دل به گرگر آمد، دل به گرگر آمد. گرمی برج اسد مثال تندور آمد، دل به گرگر آمد، دل به گرگر آمد. نان را جور نمود خباس ظالم گاه و گاه، کارمو باشد خطا، کارمو باشد خطا. شکمم از گشنگی و ساز و سنتور آمد، دل به گرگر آمد، دل به گرگر. خب بیننده‌های عزیز، خدای عزیز صاحب آنها میپرسین که چند نوع انگور داریم و از چی تعدیه اینجا. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام به خدمت شما. جشن انگور به همه مردم هرات تبریک میگم. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر. اسمم حاجی محمد ابراهیم رسولی، رئیس شرکت صدخانه و پروسسخانه افغان نوی هرات. انگور خو ما زیاد داریم دیگه، باغدارام که خودشون باغ داریم. خواهش میکنم، سلامت باشین. میفهمین که چند نوع انگور داریم. فعلا به همین جگاه یک دانه انگور موجود. دانه و انگور هم لگمیجه، یعنی بله. حدوداً انگور نام زیاده داره، درسته؟ بله، تا 120 نوع انگور در هرات در گذشته ها دیشتیم. بله. دیگه حال شاید یا چیزی اضافه شده باشه یا چیزی کم. من دیگه منو به شهر اینجا دیگه نمیمونم. بخواد برنگتوش کجا میری به شهر؟ آخه من کشت و زراعت باغداری اینا من چکار کنم تو می بری به شهر؟ آخه مگر خودم کمک کنی بابا. بابا نمیتونم کمک کنم، هر روز من میگی بریم این بر بریم اون بگو کمک کن خوب. پریروز رفتم به شهر، همین میوه همین مقبول و تپوشا و سکنده بود که نخورم، پاک بود. خب ما میوه داریم، ما همین باغا ما خیلی خوشمزه. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز برنامه جشن انگور ولایت هرات هست. اینجا تمام از غرفه‌دارانی که هست از باغبانا هست، میوه‌جات خشک هست و همچنین عسل هست. شرکت های هست که عسل تولید میکنه. شرکتی که ما هستیم شرکت تجارتی ممتاز اکرمی یک از شرکت های صادر کننده میوه‌جات خشک هست، از جمله میوه‌جات خشک مثل چلغوزه، توت مغز پسته و مثل کشمش، اینا به اینجا بسته بندی میشه و به کشورهای اروپایی. خب یکی از موارد دیگه که در این نمایشگاه خب ما باهاش روبرو شدیم خب بحث زعفران هست. خب زعفران یکی از موارد بسیار مهم و تولید مهم که بازار جهانی داره. خب ما آشنا شدیم که در هرات داره تولید میشه. خب بسیار ظرفیت بالایی بود. خب ما شاهد این هستیم که سرمایه‌گذاری خیلی زیادی مخصوصا از طرف کشور دانمارک که بیش از 1,200,000 دلار طی 15-20 روز پیش قراردادی انعقاد کردن که بتونن در زعفران هرات سرمایه‌گذاری بکنن در یه دوره 5 ساله. خب این نشان دهنده اهمیت و ظرفیت بالای زعفران در هرات و مخصوصا افغانستان هست که نگاه ویژه‌ای رو دارن انجام میدن که کشورهای اروپایی متوجه این ظرفیت شدن و دارن در اینجا سرمایه‌گذاری میکنن و انشالله ما هم از سمت کشور ایران بتونیم در اینجا یه سری سرمایه‌گذاری رو ایجاد بکنیم و بتونیم همکاران خوبی در بخش کشاورزی افغانستان باشیم.